اسم من مینه محمودی است و اسم پدرم همسالانش است و در مکتب ساحل کانوند هستم و صنف چهارم هستم و اول نمره عمومی هستم. من شب و روز تلاش کردم بخاطر اینکه تا یک نتیجه خوب به دست بیارم. بیادرم کمک میکرد، پدرم کمک میکرد و مادرم کمک میکرد. استادای منم بر ما میگفته که شما میتونین، شما کوشش کنین، میتونین. هر کس که کوشش کنه به یک نتیجه خوب میگیره. اون شاگردایی که گپ مادرشان گوش نمیکنن، گپ پدرشان گوش نمیکنن و تلاش نمیکنن، با اونا گفتنی دارم که همیشه باید تلاش کنن که باید در آینده یک نتیجه خوب برسه. اگر اونا تلاش نکنن در آینده خدای ناخواسته ایج بیکار میمونن. من در مضامین ریاضی را دوست دارم، امر انگلیسی و یک کورس انگلیسی هم دارم. در کورس انگلیسی را میرم. In the name of Allah, my name is Meeneh, my father name is تلاش. I am a student, my class is 4. من میخوایم وقتی که مکتب خلاص کنم رئیس دکتر داخله شم، چون که مملکت ما که مثلا اگر کسایی که مریض شوندی، اگر اونا خدای نخواسته که پیسه نداشته باشن، از اونا با زحمت مفت درمانشان کنم. صنفی من زیاد خوب هستن. نداست صنفی صمیمیه، نداست سماست، امر لیدا و حیله. ما در وقتای تفریح با زنبرایشان بازی میکنیم و وقتای رخصتی. من زیاد بازی چشم پتکان خوش دارم. درسایی که خواندم باز میرم امروی مادرم کمک میکنم. امرویشان اگر یکم وقتا که خدای نخواسته مریض باشن، یکم کارشان ما میکنم، مثلا جارو کردن، ظرف شستن و غیره. کسی که اگر امروی مادرشان کار کنن نیکی میکنه، بخاطری که امروی مادر که کار کنه زیاد آدم خوش میشه که اینا مادرم کارشان کم کردم، من امرویشان کمک کردم. استادای ما بسیار خوب درس میدن. مثلا اگر روز یک صفحه درس میخوانیم و کارخانگی ما همیشه باید بر ما میته. من استادای ما زیاد دوست دارم، مکتب خود زیاد دوست دارم و تمام صنفی خود زیاد دوست دارم.